بهش گفتم بسه شهره، بسه، نمیخوام چیزی بشنوم. حرفم یک کلامه. بردیا به دردت نمیخوره. گفت یعنی چی؟ گفتم نمیتونی زنش بشی. چرا نمیتونم؟ مگه من چمه؟ دستی به پشت گردنش کشیدم و گفتم تو چیزی نیست. اون مشکل داره. یک مشکل اساسی. دروغ میگی. چه مشکلی؟ چشمو بستم و تیر خلاص رو توی مغزش شلیک کردم. بردیا نمیتونه حرف بزنه. نمیتونه حرف بزنه یعنی چی؟ گفتم یعنی لاله. به یک بار نقش زمین شد. برام سخت بود عشق بچگیمو در برابر احساسات پرپر شدش دلداری بدم. عزیزم بردیا به دردت نمیخوره. تو دست کم 2-3 بار اونو فقط دیدی. ازش جدا شدم و رفتم. عزیزترین دوستم شده بود رقیبم. در جواب مامانم که کی میخوای یه سر و سامونی به خودت بدی گفتم فعلا که تمام معادلاتم به هم خورده. گوشیم زنگ خورد. یوسف بود. گفت داره میاد دنبالم. از حال زار من پی برد که از درون ویرون شدم. چیزی رو نمیتونستم ازش پنهون کنم. تو جواب تمام درد دلهای من فقط همینو بهم گفت. عزیزم وقتی جونش واسه یکی دیگه در میره تو هم قد همون پسر عمو واسش مایه بذار. چند ماهی گذشت. شهره و بردیا با هم دوست شده بودن. یوسف با خواهر بردیا صحبت کرده بود. تمام آنچه که بین شهره و بردیا بود رو خبر داده بود. نسرین خواهر بردیا نگران برادرش بود. روزی که شهره رو برای دیدن بردیا برده بودم نسرین بهش زنگ زده بود. ببین شهره جان تو واقعا بردیا رو دوست داری؟ منظورم اینه اگه یه حس زود گذریه و مثل دوستی‌های الان چند وقت دیگه قراره کات بشه بهتره که شهره نذاشته بود حرفش تموم بشه. عصبانی جواب داده که نمیفهمم چرا اینقدر محکومم به هوس و یه حس زودگذر به دوستی چند روزه. تا بردیا رو دیده بود گوشیرم گذاشته بود روی آیفون تا بردیا حرفای خواهرش رو بشنوه. ببین شهره جون بعد از فوت مادرم ما با بدبختی تونستیم حال بردیا رو به راه کنیم. نمیخوام یه ضربه دیگه بخوره و چند روز دیگه با یه اتفاق به خودت بیای ببینی سکوت داداشم عصبیت کرده و بخوای تموم کنی. اون موقع دیگه نمیتونیم بردیا رو از روی زمین بلند کنیم. بردیا که با آمدن شهره تو زندگیش کمی حس و حالش بهتر شده بود با هم از آتلیه اومدن بیرون. اونجا محل کار بردیا بود. داشتم هر دوشون رو نگاه میکردم که بردیا زد به شیشه ماشین. با ایما و اشاره ازم تشکر کرد که شهره را آورده بودم اونجا. گفتم آره دیگه شدم آژانس دربستی خانم. بردیا بیخبر بود از آتشی که تو دلم هر روز بیشتر زبونه میکشید. من هرچه اون دوتا رو با هم میدیدم بیشتر داغون میشدم اما نمیتونستم شهره رو تنها بذارم. اون تیکه‌ای از وجودم بود. کی اینطور شده بود نمیدونم. درد داشتم که شهره چرا چنین حسی به هم نداره بود. روزی 100 بار خودم رو لعنت میفرستادم که چرا پای بردیا رو تو زندگیمون باز کردم. آخه اون موقع ها بردیا حالش خیلی بد بود. دلم براش میسوخت. دوستم بود. رفیقم بود. نمیدونستم که محبت من به بردیا تیشه بریشه عشقم میشه. حالم اصلا خوب نبود. گوشیم زنگ خورد. عمو بود. اگه به خاطر جریان شهره و بردیا کار و زندگی تو خانوادت رو ول کردی بدون این ازدواج هیچ وقت سر نمیگیره تا وقتی من زنده ام لااقل. عمو جون من حالم خوبه نگرانم نباش. به جز من پدر و مادرتم نگرانتن. اینو از تو چشاشون میبینم و میخونم. برگرد بیا. شهره دلتنگت شده. باور کن حوصله عشق و عاشقی هم که دست و پا کرده رو نداره. 2-3 ماهی میشه که اومدم کیشو سر خودم و گرم آتلیه و عکاسی خودم کردم. عمو ادامه داد دلتنگی مال آدمی زاده. ربطی هم به نسبت‌های دور و نزدیک نداره عمو. مثل یه مرض میاد و میره. گاهی هم نمیره و خفت میکنه. گفتم شهره بدون من خفه نمیشه عمو جان. فقط عمو گفت پاشو بیا.
نزار برسه به اون تب عمو جان. نزار کار به استخون برسه. حرف و دردتو بگو شاهین جان. کدوم نامسلمونی یادت داده دردا رو بریزی توی خودت؟ برگرد و برس به زندگیت. جای تو سر خون زندگیته. گفتم میام عمو. اومدم یه نفسی بگیرم. برمیگردم. خداحافظی کردم و تلفن رو قطع کردم. چشامو بستم و تمرکز کرده بودم که دوباره گوشیم زنگ خورد. پیامک اومده بود. بردیا بود. خوبی رفیق نیمه را؟ آتلیه رو هواست. به من اعتماد نکن. جوابشو دادم کارت عروسیت کی میرسه؟ عمو به شهره گفته بود اگه میدونستم دخترم ته سوزنی برای حرفای من ارزش قائل نیست و هنوز به رابطه‌ای که گفتم تمومش کن و ادعا کردی تموم شده ادامه میدی، هیچ وقت تا این حد واسه آینده و خوشبختیت دل نمیسوزوندم. بردیا رفته بود مطب عمو و عمو بهش گفته بود که شهره و من از بچگی به اسم هم بودیم. کل داستان خاطرخواهی من و دختر عمو رو براش گفته بود. تا اون روز بردیا هیچ چیزی از این عشق خبر نداشت. اما همونجا به بردیا گفته که شاهین و شهره از بچگی به اسم هم بودن. نه اینکه حتما ازدواج کنن، نه. از بس کنار هم بودن وابسته به هم هستن و آیندهشون هم با همه. شاهین به حرمت رفاقتت سکوت کرده. به خاطر شهره کشیده کنار. در ضمن اگر انتخاب شهره توه، انتخاب تو هم شهره مبارکه، اما بدون ما. بردیا با دنیایی از غم برای عمو نوشته من از عشق شاهین و شهره هیچ خبری نداشتم که اگر داشتم انقدر پست و خودخواه نبودم بمونم، چون بیشک شهره کنار شاهین خوشبخت تره. از قول من به شاهین بگید نه من لایق این فداکاری بودم، نه حقم این پنهونکاری و ترحم احمقانه بود. خدا حافظ. هنوز چند دقیقه از صحبتام با عمو نگذشته بود که داشت ماجرا را تعریف میکرد. پیامک هایی از بردیا اومد. نمیدونم باید ازت تشکر کنم که یقمو نگرفتی و نگفتی گمشو از زندگیم برو بیرون وقتی بهت از عشقم به شهره گفتم، یا باید بیام یقه تو رو بگیرم و تا میخوری کتکت بزنم که ترحمت گل کرده واسه زبون بسته من. دلم میخواد هوار بکشم سرت اونقدر که این حنجره بی مصرف پاره بشه. بد کردی، خیلی بد کردی لامروت. رفتم پیش عمو تا جون بکنم و رضایتشو بگیرم تا شهره هم منو داشته باشه هم باباشو، اما نمیدونستم پشت این اتفاقات یه داستان تلخ دیگه هم هست. یک عالم دروغ و پنهونکاری که اصلش ترحم به منه. به شهره گفته بودم با من رو راست باش. من اون روز میتونستم اون عشق تازه جوونه زده رو فراموش کنم، ولی الان که رسیده به اینجا چطوری فراموشش کنم؟ چطوری بوسه های عاشقانم و آغوش و بغل کردناش موقع ناراحتی ها رو از یاد ببرم؟ دل شهره دل بود، دل من دل نبود. ویرون شدم. پیام دادم بهش بردیا چه خبره اونجا؟ عموم چی گفته؟ جواب داد همون چیزایی که تو به من نگفتی. شهره نگفت. بهش زنگ زدم. گفتم واسه خودت نبر، ندوز، تن من نکن. پنهونکاری بود اما ترحم نبود. بازی و بازیچگی نبود. من اینجا دستم به کجا بنده که میزنی و داغون میکنی؟ لعنت به صدای تند نفسات، لعنت. فردا برمیگردم و با هم حرف میزنیم. من نمیدونم عموم چیا رو گفته، ولی لازمه که با هم حرف بزنیم. بردیا رفته بود سراغ شهره. ای وای که نمیتونست داد بزنه، هوار بزنه. طفلی فقط لب میزنه. میگه از چشمم افتادی شهره، بد افتادی. اعتمادمو له کردی. غرور و شخصیتمو شکوندی. تو بدون شاهین قلبت میسته. درست از وقتی رفت حس و شورت هم رفت. پدرت عاقلانه ترین کارو کرد. اینطوری دل کندن راحته، فراموشی راحته، اما بخشیدن محاله. دیدار ما به قیامت. دلم برای بردیا میسوزه. بهترین رفیقم حالا شده بدترین دشمن من. کینه به دل داره. هرچی پیام میدم بی پاسخ مونده.
نمیدونم کجا پیداش کنم و حرفای دلمو بهش بگم. بردیا تو نمیدونی که یه عاشق هرچی معشوقش بگه انجام میده. هرچی معشوقش دوست داشته باشه دوست داره. راضی نیست ناراحتی و قصه معشوقش رو ببینه. روزی که شهره گفت تو رو دوست داره دنیا روی سرم خراب شد. ولی من عاشق شهره بودم. راضی نمی شدم که به زور کنارم بمونه. عشق چیزی جز ایثار باشه که عشق نیست. شهره به قدری برام عزیزه و دوستش دارم. به خاطرش خودم رو ندید میگیرم و راضی میشم به خواسته و علاقش. الانم هیچ چیزی جز اون و عشقش برام مهم نیست. حال اون عشق تو باشی، من باشم یا کس دیگه.